که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم کنارت میشینم، تو که ستاره میشی کنارت میشی. شروع کنیم. رویا جون، شما مامای من بودین و من خب تجربه خوبی داشتم برای زایمان طبیعی با شما. وقتی که میخواستم این پادکست رو تهیه کنم خیلی به شما فکر میکردم. اتفاقا یکی از چیزایی که دوست داشتم اول از شما بپرسم اینه که شما موقع زایمان‌های خودتون هم مامایی خونده بودین؟ اولا خوشحالم که چنین تجربه‌ای داری و این حس نسبت به بودن من در کنار خودت داری. من وقتی که خودم زایمان می‌کردم، بله خونده بودم، ولی وقتی اون زمان رو با شرایط فعلی مقایسه میکنم میتونم بگم کیلومترها، شاید خیلی بیشتر از این فاصله هست بین اون چیزی که الان از مامایی متوجه شدم با چیزی رو که در اون زمان، چون 35 سال از اون روزی که من خودم مادر شدم میگذره و خب طبیعیه که در این مدت هم تجربم و هم اطلاعاتم نسبت به این مسئله خیلی تغییر کرده. و زایماناتون طبیعی بودن؟ بله، من خوشبختم. چیزی بود که میدونم که البته اون لحظه هیچی از ذهن آدم نمیگذره، یعنی فقط درد و یه حسی از این که یه فکری از این که کی بچه میاد، یه تمایلی به این که این اتفاق زودتر بیفته. ولی چیزی رو با خودتون مرور میکردین؟ چیزی از ذهنتون میگذشت راجع به مامایی؟ بله. چی مثلا میشه یکیشو بگین؟ خب چون یعنی چیزی رو که اون زمان وقتی داره برای من اتفاق میفته، اولا با تمام وجودم حس میکردم که واقعا مادر وقتی داره میره تو روند زایمان، یعنی اون ساعات آخر، اون چی که براش اتفاق میفته واقعا تا فرد خودش در اون جریان نیفته نمیتونه با تمام وجودش اینا حس کنه. پس بنابراین یه حسی داشتم مخلوط از هم پشیمانی و هم خوشحالی. پشیمان بودم که چرا بیشتر مادری رو که کنارش بودم درک نکردم و خوشحال از این که خب باز با وجود این که خب حالا اون زمان مثلا با توجه به سنم و با توجه به حتی اطلاعات کمی که داشتم، ولی اون قدرم بی انصاف کنارشون نبودم. ولی میشد زمانهایی که آدم کنار مادری که قرار میگیره و داره زایمان میکنه، مثل این که برای زمانی شاید دلیلش اینه که فکر میکنه چون زیادین اتفاق میفته، یعنی شما در کنار مادران زیادی هستی، یه زمانی متاسفانه حالا برای من این حالت اتفاق افتاد و این منو یه مقدار ناراحت میکرد. بعدش که به عقب نگاه میکردم این بود که گاهی مواقع ما یادمون میره که هر مادر یک فرد مستقل با حس و دردهای خودش در اون زمان، و شاید تعداد زیاد مادران وقتی ما سوا کنار اینا قرار میگیریم یعنی این یک کمی باید رو خودمون کار کنیم، حالا ما به عنوان ماما، که ما هر کدوم از این مادر رو جدا جدا ببینیم. یعنی بگیم به حال این یه آدم دیگه است، با مادر قبلی فرق داره، اون پروندهش بسته شد، تو با این باید برای خودش باشی. و این شاید این شیوا جون باعث شده که در حقیقت کشورهای پیشرفته به این سمت سالهاست رفتن که یک ماما یک مادر. یعنی در زمانی که حالا من کارآموزی خودم رو میرفتم، خب این برمیگرده به سالها پیش، منظورم قبل از اینه که خودم، چون تو سوالت این بود که وقتی داشت بچه به دنیا می اومد، یعنی لااقل اون ساعتهای آخر
زایمان. ببینید اون زمان اینطور نبود. یعنی شما در یه بخش لیبر، یعنی اون محلی که مادرها دارن درد میکشن، اصلا اینجوری حتی الانم نیست که یک مادر یک ماما داشته باشه. و به طور خاص ایران و منظورتونه؟ الان که اینجا همینطوره. بله. یعنی ما یک مادر یک ماما نداریم. اما این نیاز، یعنی این وجود داره و اینو پذیرفتن که به طور ایدئال اگر ما بخوایم خدمات خوب ما به مادر بدیم باید یک مادر و یک ماما باشه. چرا؟ چون طبیعیه که ماما وقتی با چند تا مادر مواجه هست هم خسته میشه، چون یه انسانه، و همین که یادش میره که اینا هر کدوم درد خودشونو داره. من یادم بعد زایمان من مامای همراه به شما گفتن که ما یه زایمان دیگه هم داریم همراهی میکنیم و شما گفتین که نه من خیلی خستم و من جان که مگه میشه بعد این یکی دیگه، و میدونم که اون ماما چند تا زایمان همون روز داشتن و خب خیلی سخته. دقیقاً این چیزی که شما میفرمایید من اسم پادکست رو به شما گفتم دایه. و من به نظرم این کاری که شما دارید میکنید ادامه همون دایه بودن قدیمه. و خب اون زمان هم واقعا دایه مثلا حالا اگه روستایی بود، شهر کوچکی بود، هرچی بود، میرفت کنار یک مادر و تا زمان زایمانش کنارش بود. من خودم دارم فکر میکنم اینکه اگه یه لحظه هم شما تو اتاق نبودین فکر کنم من وحشت میکردم و فکر این که خب حالا ماما نیست الان چی میشه، به خصوص برای کسی که اولین بار داره تجربه زایمانو داره. درسته که حضور همسر، گاهی مامانم مثلا میمد پیشم جاشون رو با هم عوض میکردن، خب خیلی بهم قوت قلب میداد، ولی این کار نمیکنم که حضور شما به من آرامش و اطمینان میداد و من اینجوری بودم که خب شما هستین دیگه، رویا جون هست، پیش میره. دقیقاً یکی از چیزهای دیگه که میخوام راجعش صحبت کنم باز تجربه خودمه که من مدتی مونده بود به زایمانم. دکتری که پیشش میرفتم، دکتر زنان زایمان، به من گفتن که ببین من فقط 10 دقیقه از زمان زایمان رو پیشت هستم و هم با خودم فکر کردم که خب من شنیدم که این پروسه ممکنه 30 و چند ساعت طول بکشه یا این دردی که تو میکشی ممکنه مثلا بحرانی بشه، برای چجوری میشه فقط 10 دقیقه پزشک بالای سر من بیاد. یه بخشش فکر میکنم اتفاقی که داره میفته که حالا دیگه اون در دست ما نیست یا از کنترل ما خارجه، همین ماجراست. یعنی دکترهای زنان و زایمانی که خیلی وقت نمیذارن و تمایل خودشون هم به سزارینه. من دوست دارم موضوعی که راجعش صحبت میکنیم رو محدود کنیم به مادرهایی که میتونن زایمان طبیعی کنن، یعنی منع پزشکی اصلا ندارن و مشکلشون اینه که میترسن از زایمان طبیعی. حالا بماند که اون قسمتی که منع پزشکی هم دارن یه ذره قابل بحثه، چون الان یکی از چیزایی که خیلی ترند شده اینه که هفته‌های آخر از ما میخوان که مثلا ارزیابی کنن لگد مادر در چه وضعیته، بچه در چه وضعیته و معمولا خیلی همون میشنویم که نه تو نمیتونی زایمان طبیعی کنی. در صورتی که من یادم شما صحبت از عدد 90 و چند درصد میکردیم که مادران میتونن زایمان طبیعی کنن و خیلی عدد بزرگه، یعنی خیلی همون میتونیم زایمان طبیعی کنیم. درسته؟ بله. ببینید شیوا جان، من حالا اگر عددی هم به شما گفتم به لحاظ در حقیقت کتابی و آکادمیک در تکست ها هم هست 85% از زنان قادرن که زایمان نرمال و طبیعی داشته باشه. فقط 15% که در حقیقت این یه آماری هست که به هر حال بر اساس مطالعات که خب حالا روش و راه خودشونو دارن، ولی ما داریم در برخی از کشورهای پیشرفته که این عدد 15% رو بسیار پایین تر آوردن و خب از اون طرف پس در حقیقت یعنی ریت سزارین بسیار پایین آورده شده در کشورهای پیشرفته و زایمان طبیعی بالا رفته. حالا ببینید ما اگر بخوایم نگاه کنیم در این نگاه وسیع و بزرگتر
ما معتقد هستیم که یک زن برای زایمان طبیعی بدنش طراحی شده. خب پس بنابراین این یه اتفاقی هست که مثل یه چیز روند طبیعی اتفاق میفته. اینجا فقط ما باید اینا حواسمون باشه که چه اتفاقی افتاده که در گذشته قبل از این که حالا یا اینو بهش میگیم امکانات، بهش حالا هرچی که بگیم، مثلا پیشرفت هایی که در زمینه پزشکی و حالا در هر حوزه علمی اتفاق افتاده، حالا یه بخشش هم خدمات پزشکی هست، ما نگاه میکنیم میگیم پس چرا الان انقدر این تغییر کرده؟ و یه جورایی من راستشو بخواین داده‌ای ندارم در مورد کشورهای دیگه، ولی چیزی که میبینم، سرچ میکنم، میشنوم اینه که تا شرایط روحیت در شدتی نباشه که نتونی زایمان طبیعی کنی و شرایط فیزیکیت، حتما تشویق میشی به این که، یعنی مجبوری، حتی تشویق هم نیست، مجبوری که زایمان طبیعی کنی. کسی ریسک زایمان سزارین رو نمیپذیره. ولی اینجا ما قشنگ برعکسیم، یعنی چیزی که ریسک داره زایمان طبیعیه. در صورتی که کم ریسک نمیدونم حالا این مختص کشور ماه یا کشور دیگه هم درگیرن. به هر حال ما از منطقه خودمون اگر بخوایم صحبت بکنیم، این مسئله اینجا خیلی دیده میشه، یعنی ما این مشکل زیاد داریم و مجموعه از عوامل باعث میشه که تمایل مادران به زایمان طبیعی کم شده و یا همین صحبتی که شما میکنید شاید ترس باعث میشه که ناخودآگاه از همون ابتدا تمایلشون در ته ذهنشون اینه که من اول برم سراغ اینی که زایمان طبیعی نداشته باشم و مثلا یه شاید دنبال یه بهانه‌هایی بگردن. نگاه کنید، برای اینکه فرد در این مورد بتونه تصمیم گیری بکنه، یه چیزی که خیلی کمک میکنه آگاهیه. یعنی و این اتفاق یه دفعه نمیفته. ببینید مثلا ما اگر بخوایم بگیم چطوری میشه این رفتار و این تصمیم گیری اصلاح بشه، یعنی بیاد همون حالت طبیعی خودش پیدا کنه، یعنی در حقیقت ما اینجا نمیخوایم یه کار خیلی بزرگی هم انجام بدیم، یه چیزی که اتفاق طبیعی بوده ما اینو سر جای خودش دوباره بیاریم. سزارین دستکاری اتفاقا طبیعی خیلی داره. بله. ارگانیک و اون اینه که مادر آگاه باشه، یعنی یک زن آگاه باشه که این روند یک روندیه که بدن این مادر طراحی شده و برنامه ریزی شده برای یک زایمان طبیعی، ولی در این حال باید این انصاف و در حقیقت نداشتن سونگری را ما حفظ کنیم که مادر وقتی میره به سمت سزارین در اون صورت هم بهش حس گناه داده نشه. چون ببینید مثلا فرض کنید برای مثال فرض کنید در سوئد مادری که فکر کنم گردنبند شما داره میخوره به اون میکروفون. شرمنده. ببینید مثلا در مثلا فرض کنید یک کشورهای پیشرفته داشتید مثال سوئد. بله، برای مثال وقتی اون متوجه میشه که نمیتونه زایمان طبیعی داشته باشه، در اون صورت اون گروه حمایتی که حالا مامای اون باشه و یا اون تیم که دارن خدمات بهش میدن، باز دوباره به این کمک میکنن که این حس تلخ و عدم موفقیت بهش دست نده و این باز نیاز به آگاهی داره. چون اونها در تحقیقاتشون دیدن که مادرانی که سزارین میشن دچار افسردگی بعد از زایمان بیشتر میشن. چرا؟ چون حسشون اینه که من موفق نبودم
و من نتونستم زایمان ببین اونم اشتباهه. پس ما در هر دو طرف این طیف که شما نگاه بکنید این را متوجه میشیم که داشتن اطلاعات و آگاهی که اینم یک شبه به وجود نمیاد، این به مادر کمک میکنه و به اون زن کمک میکنه که برای همین ما مثلا مسئله مراقبت‌های قبل از بارداری را خیلی توصیه میکنیم. چون فرد وقتی با برنامه ریزی به سمت یه تصمیم گیری میره و در حقیقت یک انسان آگاه برای تمام مسائل زندگیش با برنامه ریزی و با انتخاب میره جلو و ناگهان با یه مسئله روبرو نمیشه. یکی از اونام بارداریه. پس چه بهتر که با یک اطلاعات و آگاهی وارد این عرصه بشه، چون داره والد میشه، یعنی میخواد انتخاب کنه که من میخوام مادر بشم. بله، جز در شرایطی که حالا ناخواسته پیش میاد به قول شما معمولا اینجوریه که انتخاب میکنیم که بله. پس بنابراین ما نقش آگاهی رو خیلی روش تاکید داریم. خب پس اینجا مادر آشنا میشه که این یه مسئله هست که من براش آمادگی پیدا میکنم، چون تغییراتی که در دوران بارداری در بدن مادر اتفاق میفته مجموعه اون تغییرات آمادش میکنه برای اینکه زایمان هم داشته باشه. ولی ما باز یک چیزی رو به مادر یاد میدیم، اینه که تو میتونی مدیریت این مرحله رو هم خودت داشته باشی. در این که ما از گفتن این مسئله که اصلا ما زایمان بدون درد یک عبارت اشتباهیه که وارد تبلیغات میشه. اصلا ما چنین چیزی نداریم. یکی از لحظه‌هایی که خب شما صحبت می‌کردین قبل که من اصلا مورد زایمان من برسه، هر از گاهی با هم صحبت می‌کردیم و چقدر اونا به من کمک می‌کرد. یکی از جایی که من انگار آب پاکی رو ریختن رو دستم من اینجوریه که خب اوکی دیگه حله، این بود که ببین زایمان درد داره. یعنی این واقعیت که زایمان درد داره و حتما قراره درد بکشی، ولی شرایطی هم داره. و یادم یه لحظه تو زایمان طبیعی بود که یعنی پروسه زایمان خودم گفتم که من دیگه واقعا نمیتونم و شما و مامای همراه یادم خندیدین و گفتین که اینو هر مادری که اولین باره که داره زایمان میکنه حتما میگه که من دیگه نمیتونم، شما باید یه کاری میکنید. واقعا اینجوری هست. به هر حال ببینید شیوا جان، هر چقدر آگاهی بره بالا، چون در کنار آگاهی شما وقتی شناخته هاتون زیاد باشه ناشناخته ها کم میشن و این کمک میکنه که شما ترستون کم بشه. یعنی شما وقتی آگاه باشی که من میخوام وارد چه جریانی بشم و اینو ما به عنوان ماما وظیفه داریم، یعنی تربیت شدیم که مادر رو در جریان این مسائل بذاریم و براش توضیح میدیم که تو یک چنین مسیری رو طی میکنی تا بچه به دنیا بیاد. این یعنی اینکه این آشنا هست از قبل، مثل همون اتاق تاریک. مثلا من یعنی یادم میاد که تو آموزش‌های خودمون خیلی جالب بود که استاد عزیز برای ما اینطور جا انداخت و این خب اون روز خیلی برای من کمک کننده بود که این میمونه که فرد در یه اتاق تاریک که هیچ جا رو نمیبینه، خب دچار یه ناخودآگاهی ترسی که قراره من با چی روبرو بشم و مثلا دستش حرکت میده، اگر به یه مثلا جسم نرمی بخوره میتونه فکر کنه این یه چیز خیلی وحشتناکیه، یا به یه جسم یه مقدار سخت و تیزی بخوره کافیه چراغ روشن بشه. پس ببینید همه مسائل در زندگی به نظر من همینطوره. حالا بخشش که مربوط به وظیفه من میشه دوران بارداری و حالا یه بخش آخرش که میشه زایمان.
اگر ما بخوایم این صحبتی که کردی و کاملا هم درسته ترس رو بهش نگاه کنیم، مادر حق داره که بترسه، ولی این قابل تعدیله. چطوری؟ فقط با داشتن یه آگاهی و این هم منبعش اگر قرار از یک منبع صحیح باشه از جایی هست که اون منبع برای این کار تربیت شده، روش سرمایه گذاری کردن و اون منبع به خاطر این خدمات در حقیقت داره کار میکنه. میتونم بگم که اگه مامان بارداری داره این قسمت رو میشنوه، یکی از کارهایی که باید بکنه اینه که حالا علاوه بر دکتر زنانی که پیشش میره حتما پیش ماما بره. اتفاقی که بر خود من افتاد، یعنی من یکی دو باری حتی دکتر زنان عوض کردم و یادم اطرافیان حتی اینجوریه که خب چرا عوض میکنی و خب من خیال راحتیه رو نمیگرفتم از چیزایی که دکتر میگفت یا رفتاری که داشت. و خب از لحظه‌ای که مراجعه کردم به ماما، به شما، خیلی چیزا برام تغییر کرد. خب دکتر زنان یه سری چیزا رو چکاپ انجام میده، یه سری چیزا رو چک میکنه، بماند که حالا این میزان سونو دادن و اینها نیاز هست یا نه، اونم یه صحبت دیگه است. ولی خب اون کاری که ماما میکنه، اون گفتگویی که با مادر باردار میکنه، آرامشی که میتونه بهش بده، خب خیلی نقش داره. یه چیز دیگه که خیلی به من کمک کرد این بود که مامان من خیلی من تشویق میکرد. خیلی مهمه. یعنی من داشتم فکر میکردم که چقدر خوب که خودش تجربه های خوبی داشت با وجود اینکه سختی کشیده ها. یعنی به هر حال چند تا زایمان طبیعی کار راحتی نیست، هر کدومش سختی خودشون رو داره. و خب میدونم که مادرایی که زایمان طبیعی دارن که تجربه خوبی براشون نمیشه، اون ترس تو وجود خودشون هم میمونه، نمیتونن انقدر راحت به بچه خودشون بگن که نه تو حالا برو زایمان طبیعی کن. ولی خب به یه بخشی صحبتایی بود که مادر من برام میکرد و اون جایی خیلی برای من همش پررنگ میشد. خیلی از مامانم یا اطرافیان میشنیدم این بود که ببین تو لحظه ای که زایمان طبیعی کنی همه چی تمومه. و من باورم نمیشد. یعنی من اصلا فکر نمیکردم لحظه ای که بچه به دنیا بیاد اون دردا میره، مگه میشه؟ و خب من این رو راجع به سزارین خیلی شنیدم که تازه از اون لحظه دردا شروع میشه و خب این سختی داره. یکی از چیزا بر من این بود، یعنی من انگار به اشتیاق اون فراغت بعدش که خب اونم دوره نقاهت خودشو داره، ولی اون آسایش و آرامشی که در بدن مادر هست بعد از زایمان طبیعی، به اشتیاق اون میخواستم که زایمانم طبیعی باشه. و یه چیز دیگه که خیلی کمکم میکرد دیدن ویدیوهای زایمان طبیعی از مادرایی بود که تو یوتیوب مثلا حالا به خصوص گذاشته بودن. حالا بماند که میتونه یه بخشش واقعی نباشه یا چی میگن همه مدت زمان زایمان نباشه، ولی خیلی حس میکردم که یعنی با خودم میگفتم ببین این همه مامان تونستن، این جمله‌ای که شما به من گفتید این همه مامان تونستن، تو هم میتونی، تو هم یه مامانی و میتونی. میخوام بگم این دوتا ماجرا علاوه بر اون که حالا من اومدم پیش شما به عنوان یک ماما، میتونم بگم این سه تا خیلی به من کمک کرد. اینا رو هم بابت کسی میگم که ترس داره از زایمان طبیعی. و خب نمیدونم واقعا اگه یه مادری خودش تجربه بدی داشته چجوری میتونه اینو به بچه‌ش منتقل کنه که خب نه زایمان طبیعی یک آرامشی هم میتونه داشته باشه. من با یه خانمی صحبت میکردم، زایمان اول خودش طبیعی بود و بند ناف دور گردن بچه پیچیده بود. زایمان دومش دوقلویی بود که سزارین شده بود و بهش میگفتم که ببین اولیه رو سختی کشیدی یا دومی هم سزارین بوده، حست چیه؟ میگه بازم طبیعیه بهتر. میخوام ببینم واقعا اینجوریه، یعنی با وجود سختی که ممکنه مادر بکشه بازم طبیعی بهتره. نگاه کنید اگر بخوایم اینطور پاسخ بدیم که وقتی میخوایم مقایسه کنیم بین آسیبی که مادر در طی زایمان طبیعی میخوره در مقایسه با سزارین،
قطعاً سزارین آسیب هایی که به زن میزنه، به بدن زن میزنه بیشتره. حالا دوباره ببینید من از کلمه آسیب استفاده کردم. خب به هر حال شنونده شما میگه خب این خودش هم داره میگه آسیب. ببینید در پروسه زایمان طبیعی این روند وقتی به طور نرمال اتفاق میفته، خب یک زمانی رو مثلا برای شکم اول ما به طور در حقیقت باز کتابیش یه زمانی رو قائل هستیم برای دوران که مادر دردهای واقعیش شروع میشه تا زمانی که بچه به دنیا میاد و حالا پشت سرش جفت. خب این جریان روی بدن زن یه سری اثراتی میذاره. مثلا فرض کنید یه حجمی از خون مادر از دست میده. یعنی من فقط شاید به یه نکته بخوام اشاره کنم. فرض کنید ما انتظار داریم در یک زایمان طبیعی مادر 500 cc خون از دست بده، ولی در سزارین مادر 1 لیتر خون از دست میده چون جراحیه. درسته هر دوی اینا بعد جبران میشه، ولی ببین شیوا جون، در جریان زایمان طبیعی خب باز دوباره یه سری فشار به عضلات کف لگن میاد و خب تولد بچه از کانال زایمان اتفاق میفته. این اتفاق یه سری تأثیرات میذاره روی کف لگن. این اتفاق بعد قابل جبرانه. چطور؟ باز با این آگاهی که مادر پیدا میکنه. یعنی مادر آموزش میبینه. یه تصور اشتباهی که باز مادرها فکر میکنن سزارین ارجحیت داره، میگن که مثلا ما در قسمت پرینه و در حقیقت کانال زایمانی در زایمان سزارین چون از طریق کانال در حقیقت تناسلی بچه به دنیا نمیاد، خب ما از این نظر خیالمون راحته که در این بخش از بدنمون هیچ صدمه‌ای نمیبینیم. ولی خب کتابیش اینه که در طول دوران بارداری فشاری که به کف لگن میاد چه در فردی که زایمان طبیعی میکنه و چه در فردی که سزارین میکنه یکسانه. ولی شما در زایمان طبیعی بچه به هر حال از کانال زایمانی به دنیا میاد، در سزارین یه برش میخوره. شما باید همین دوتا رو مقایسه بکنید. شما در سزارین لایه‌های مختلفی از بدن مادر به هر حال باید برش بخوره تا بچه به دنیا بیاد. وقتی که زایمان طبیعی اتفاق میفته، مادری که آگاهی داره برای این کار خودشو آماده کرده، خب یکی از تمرینایی که در طول دوران بارداری داده میشه یه سری اصلاح پوزیشن و یک سری تمرین که حرکات بدنی هست که به مادر یاد میدیم که آماده میشی برای اینکه وقتی میخواد زایمان اتفاق بیفته تو یه مدیریت و یک توانایی پیدا میکنی که میتونی این کار رو به دست بگیری. آسیبی که به کف لگن میخوره در طی زایمان طبیعی ما ادعا نمی‌کنیم که مثلا این هیچ تغییری پیدا نمی‌کنه، ولی حدود 6 ماه طول میکشه که اعضا و بافت به دقیقت حالت اولیه خودش پیدا میکنه، ولی با یک تغییراتی که دیگه اینا میمونه. خب ولی همین مسئله رو با یک سری از تمرین ها که دیگه این تمرین باید بخشی از زندگی یک زن باشه. ما نمیتونیم مثل یادت من میگفتم مثل مسواک زدنه. من نمیتونم بگم که خب من که
دیشب مسواک زدم و صبح هم مسواک زدم، چرا دوباره فرده؟ ببینید یه سری تمرین های بدنی هستن که یک زن باید همیشه جزو کارهای روزانش باشه. ولی یه اتفاقی بر خود من میفته اینه که بعضی وقتا از شدت خستگی روزم بعد از مادری مسواک هم دیگه نمیزنم. آره میخوابیدم. یعنی البته روزای بعد زایمان بر من شکلی بود که خب درسته میگن حالا 6 هفته باید بگذره تا شما ورزشی رو شروع کنید، ولی بازم من فکر میکردم که الان کی جون داره باشه ورزش کنه یا مثلا بچه برسم حالا وقت کنم خودم تازه بخوابم. اینم یه چالشه به نظر من برای مادرها که بله به خصوص کسی که حالا ورزش سبک زندگیش نیست. گاهی کسی این کار رو همیشه میکرده، خب با یه تأخیر و با یه شدت کمتری هم ادامه میده، ولی واقعا روتین خیلی همون نیست و فکر این که الان مثلا باید ورزش کنم مثلا دیگه آخرین چیزی که شاید مادر بهش فکر کنه. شیوا جون یه نویدی من به شما بدم، ما انتظار ورزش نداریم. ببینید برای اینکه بله بعضی از پیشنهادهای کمی غیر عملی و خودش مثل این موری که میگن سنگ بزرگ علامت نزدن، ما توقع و در حقیقت توصیه ورزش نداریم. یه سری حرکاتی هستن که هر زنی حتی اگر میخواد زایمانم نکنه، همینقدر که میخواد سالم زندگی بکنه، یه اصلاح وضعیت و یه سری به قول معروف آگاهی داشتن به بدن و کمک به خودمونه که من میگم اسم ورزشم روش نگذاریم که یه مقدار سخت به نظر بیاد. یه سری تمرینای کوچولو که حالا به قول تو اگه مثل مسواکم یادمون رفت خیلی اتفاق بدی نیفته، کافیه ما این آگاهی رو پیدا کنیم. شما حرکت‌های کگل منظورتونه؟ بله، مثلا یکی از اونا کگله. ولی ببین شیوا جون، کگل هم باید درست یاد داده و درست یاد گرفته بشه. چون همین میتونه خودش منشأ آسیب باشه. اینی که من این مثلا چون سوالت این بود که آیا واقعا اگر بخوایم مقایسه کنیم بدون شک سزارین آسیب بیشتری میزنه، اما ببینید ما همیشه به اون مادر عزیز از همون ابتدا هم میگیم، چون وظیفمونه مطلعش کنیم که داره چه اتفاقی میفته. مثلا فرض کنید اگر من قراره در یک جلسه توضیح بدم که شما برای زایمان حق انتخاب داری، 2 روش هست، خب اینو توضیح میده. در زایمان طبیعی این مسیر اتفاق میفته، جریانش اینطوره، این مثلا راه رو طی میکنی و بچه به طور طبیعی به دنیا میاد. ولی زمانی که در حقیقت خطری چه مادر و چه بچه را تهدید میکنه، قطعاً و حتماً خب این سزارین انتخاب منطقی و عاقلانه‌ای هست. حتی من یادمه میگفتین که ببین نگران نباش، حتی اگه تو درد زایمان طبیعی رو هم بکشی بری جلو و بعد مجبور بشی که زایمان سزارین کنی، این خودش یه خوبیایی داره، یعنی یه نکات مثبتی توش داره. میدونم که به قول شما خیلی لحظه ناامید کننده‌ایه که مخصوصا برای کسی که بخواد زایمان طبیعی بکنه و مجبور بشه سزارین بکنه، ولی خب اینم حس خوب میداد دیگه. یعنی من یه ذره حتی این یه روزنه‌ای برام باز میمون که ببین اگه مجبور شدی که سزارین بکنی بدون که مثلا اینا پشتشه تو طبیعی رو پیش بردی. یه چیزی هم حتی من نمیدونم چقدر درست باشه، باز شما دانششو دارین، اینکه اینجا یه زمانی زودتر از موعد زایمان طبیعی میگن که بیاین سزارین کنین، ولی خیلی جاها انگار اینجوریه که میگن حتی وقتی دردت شروع شد بیا و سزارین بکن. ببین شیوا جان، وقتی که مثلا در بعضی از موارد اصلا روزه که مثلا سزارین اتفاق میفته، مثل فرض کنید برام مثلا مادری که یک مشکل طبی داره که به دلیل اون مشکل باید سزارین بشه
پزشک متخصص زنان عزیز به ایشون روز را اعلام میکنه که مثلا شما دیگه از این طولانی تر نباید دوران بارداری طول بکشی و این خب درسته. یعنی این بر اساس کتابه، بر اساس در حقیقت شواهد و یک انتخاب صحیحه. ولی در مواردی که ببینید مثلا یادمه که تو صحبتت گفتی مثلا در هفته‌های آخر ممکنه یکی از معاینات این باشه که آیا لگن شما سایزش مناسب زایمان هست یا خیر. ببینید ما در یک معاینات معمول ما اینطوری نمیتونیم به یه مادر بگیم که شما لگنت مناسب این کار نیست. به دلیل اینکه بله خب مثلا ما یه اشکالی از لگن رو داریم که اصلا این لگن نمیتونه به هیچ عنوان زایمان طبیعی داشته باشه که معمولا این در جریان خود روند زایمان خودش به ما نشون میده. حالا مثلا اصطلاحاً بهش میگن فرض کنید عدم تطابق سر و لگن. این ترجمه ما هست. عدم تطابق سر و لگن اینو ما کی متوجه میشیم؟ وقتی در جریان زایمان. یعنی مادر دردها شروع میشه، حالا همون به قول معروف آگاهی که ما بهش دادیم، آموزشایی که ما بهش دادیم هست، ما در کنارش هستیم، ما در جریان شروع میشه، ما به لحاظ حالا اطلاعات خودمون و انتظارات خودمون یک تصویری داریم که ما انتظار داریم چند ساعت طول بکشه، یا مثلا فرض کنید نزول بچه چقدر با چه سرعتی باید باشه، یا باز شدن دهانه رحم با چه سرعتی باید باشه. اینا رو ما اطلاع داریم و داریم هم کنار مادر هستیم و با هم پیش میریم. خب ما اینو کی میتونیم این مارک را بذاریم؟ عدم تطابق سر و لگن. زمانی که جریان زایمان داره پیش میره. پس ما نمیتونیم قبلش به مادر بگیم این اتفاق میخواد برا تو بیفته. برای اینکه مگه مثلا چند درصد ما مثلا میتونیم این اندازه‌گیری استخوان‌های سر، تازه ما خودمون اینو میدونیم که استخوان‌های جمجمه سر بچه روی هم سوار میشن در کانال زایمان. یعنی برای همین من به شما میگم طراحی شده زایمان طبیعی. از اون طرف یعنی مثلا فرض کنید فاصله بین دو استخوان آهیانه بچه کم میشه که این بتونه از کانال عبور کنه و این کجا این اتفاق میفته؟ در کانال، نه زمانی که بچه در حقیقت اون بالا قرار گرفته. پس اگر مثلا فاصله بین دو استخوان آهیانه یک عددی باشه، این وقتی میره توی کانال این دوتا اوورلپ پیدا میکنن. یکی این اتفاق میفته، بله، و دیگرش اینه که شیوا جون، اینی که من به شما میگم مادر، ما بهش یاد میدیم که اولا مثلا ما به عنوان ماما در کنار مادریم، کمکش میکنیم، حمایتش میکنیم که بچه رو اون به دنیا بیاره. بچه رو من به دنیا نمیارم، من کنار مادرم که مادر بچه رو به دنیا بیاره. اون زایمان میکنه، من کمکش میکنم که اون زایمان بکنه. این خیلی ببینید در حقیقت یک زن یکم شما خوش به حالتونه تو شما اولی کسی هستین که بچه رو میبینید. بله، اونم یه واقعا زیبایی خاص خودش داره. البته خب واقعا ماماهای عزیزی که خب خیلی از من پیشکسوت‌تر و با تجربه تر هستن، پای صحبتاشون که ما میشینیم و از تجربیاتشون استفاده میکنیم، همشون
بدون استثناء و واقعا با صداقت اعلام میکنن که هیچ دو زایمانی عین هم نیست و این واقعا یه حقیقت. ببینید من میخوام به شما اینو بگم که مادری که تصمیم میگیره و انتخاب میکنه که من با آگاهی میرم برای زایمان طبیعی، ولی همین مادر این رو یاد میگیره که چون همه چیز شیوا جون در کنترل ما نیست، در هیچ مقطعی از زندگی و در هیچ در حقیقت حوزه‌ای از انتخاب‌های ما همه چیز رو نمیتونیم کنترل کنیم. یکیش همین بحثه. دقیقاً می‌خواستم اتفاقا اینو بپرسم که روزهای بعد زایمان معمولا خودشون اون احوال پایین و افسرده رو دارن برای مادر و حالا برای مادری که می‌خواسته زایمان طبیعی بکنه یا یه تصوری از زایمانش داشته و اون نشده، میفهمم این که شما میگین آگاهی داشته باشه، ولی چه جوری با این غم میتونه کنار بیاد؟ اولا این که مادر درک بشه توسط اطرافیان. اون چیزی که تو در مورد مادر گفتی، یعنی اون زائو مادرش، این خیلی کمک کننده است و واقعا یکی از چیزایی هست که کمک میکنه. پس اولین خطی که نزدیکترین فاصله رو با مادر دارن میشه همسرش و مادرش. ولی من همینجا یه چیزی رو برات بگم شیوا جون. من یادم میاد که در زمان کرونا عزیزی به من معرفی شد. ببینید ما بهت میگم ما همه چیز در اختیارمون نیست، همه چیز در کنترلمون نیست و همیشه زندگی اونطوری که ما توی تصورمون برای خودمون برنامه ریزی میکنیم اونطور پیش نمیره. شیوا جون عزیزی رو به من معرفی کردن که در کرونا متاسفانه ایشون در حدود 32 هفتگی که خب دیگه ما میریم به سمت هفته های آخر، خب در حساس ترین زمان از زندگی ایشون متاسفانه مادرشون از دست دادن. خب ببینید این رو ما باید درک کنیم که قطعاً چنین مادری خب با شرایط بسیار سخت‌تری میخواد روبرو بشه. ولی نگاه کنید همین جا هست که ما نقش رابطه اینجا خودشون نشون میده و خدمتی که از ما انتظار میره. پس اینجا ما باید شرایط اون مادر را بتونیم درک کنیم، کمکش کنیم و این واقعیت و این غمی رو که ایشون به هر حال داشته این باید هم درک بشه، باش همدلی بشه و این که ما به هر حال با تمام توانمون بهش این اطمینان رو بدیم که با وجود این شرایط باز این تو هستی که تصمیم میگیری و این تو هستی که در این وهله به عنوان یک مادر در حقیقت میخوای پذیرای فرزند خودت باشی. چه زایمانی رو انتخاب کردن؟ ایشون هم طبیعی. بله و خدا رو شکر موفقم بود. بله. به قول شما چون اون حمایتی که آدم تو اون لحظه میخواد به خصوص از این دو نفر خاص، یکی مامان خودش یکی همسرش. خب هر کسی ممکنه یه چالشایی تو این ماجرا داشته باشه، ممکنه مامانش یه شهر دیگه یا یه کشور دیگه باشه و اصلا هیچ دسترسی بهش نداشته باشه یا به هر توی شرایطی باشه. من میگم الان بعضی بیمارستانا نمیذارن که مثلا مرد همسر همراه خانم باشه که واقعا من دلیلش رو نمیفهمم. نمیدونم حتما یه چیزایی برای خودشون دارن ولی به نظر من یکی از کارهایی که دارن ظلم میکنن به مادرشون خیلی قوت قلب میده. درسته که پدر هم خیلی باید خودشو بسازه که بتونه این لحظه ها رو پیش ببره، چون من یادم خودم مثلا مامان من اومده و پیشم و داشت پشتم ماساژ میداد و من عصبانی شدم که مامان لطفا این کارو نکن. یعنی بهترین کارو داشت برام میکرد، من ماساژ میداد ولی من اصلا تو اون لحظه دلم می‌خواست که هیچ کاری نکنم. به هر حال خیلی شرایط سختی برای خانم و اطرافیان باید درکش کنن. حالا ممکنه نزدیکش باشن نباشن، اجازه داشته باشن بیان پیشش نیان،
واقعا فکر می‌کنم تنها کسی که تو اون لحظه برای کسی که میخواد زایمان طبیعی کنه میمونه ماماست. بله. یعنی بله. خیلی نقشش مهم میشه و من این تفاوت رو حتی بین شما و اون یکی مامایی که داشتم هم میدیدم که چقدر شما متفاوت پیش میبردین شرایط زایمانو و ایشون حالا با یه روش‌های دیگه و من فکر می‌کردم که چقدر خوب که رویا جون است. اگه نبود شاید یه شکل دیگه ای میشد. همین زایمان طبیعی. میخوام بگم که درک میکنم شرایط مامانا متفاوته، شرایط زایمانا، روزها، شبایی که اون مامان گذرونده خیلی متفاوته، اطرافیانش، روابطی که داره. ولی دلم میخواست این قسمت رو ضبط کنیم که واقعا یه جایی یه کوچولو اگه میتونیم حتی بیشتر که صحبت‌های شما قطعا کمک کنه به یک مامانی که میترسه که زایمان طبیعی کنه و ولی دلش میخواد. بله. یعنی شرایطش مهیاست، میتونه که این کار رو پیش ببره، یه تشویقایی هم از اطرافیان داره و یکم اگه خودش هم مثلا همراهی کنه یا آگاه بشه این کار رو میکنه. ولی خب از اون برم کاملا درک میکنم کسی که میخواد اما نمیشه، نمیتونه. و خب حالا اونم یه جوری باید با اون شرایطش پیش بره. من یادم یکی از بزرگترین ترسایی که خودم داشتم و فکر کنم احتمالا خیلی از مامان‌ها دارن، به خصوص مامانای نسل ما، حالا تو نسل قبل تعداد بچه‌ها خیلی بیشتر بوده معمولا. ماها دو تا شرایط داره مادریمون. یکی این که معمولا تو سن بالاتری داریم نسبت به مامان‌های خودمون مادر میشیم و از طرفی هم معمولا تعداد بچه‌هامون کمتره، یه دونه است یا دو تا است، خیلی کمه و همین این ریسک رو برای زایمان طبیعی میبره بالا. یعنی همین که سن مادر بالا میره، باز شما تصحیح هم کنید، ریسک زایمان رو میبره بالا هر نوعش که باشه. از اون برم خب همین یه بچه هست، مثلا من فکر میکنم که چرا ریسک کنم، 9 ماه اومدم یه سری چیزا رو مهیا کردم و خب بذار کار مطمئن‌تره رو بکنم که زایمان سزارین دیگه. خب ولی خب از اون به بعدش دیگه منم که توی ببینید شیوا جان، ما اگر بخوایم مثلا یک جواب علمی به این نگرانی بدیم، اینه که حتی برای مادری که اول مثلا حالا به حال الان طبیعی هم سن ازدواج بالا رفته به خاطر وضعیت جامعه، به خاطر نقش زن در جامعه، حالا شغلش، تحصیلاتش، هرچی، و همین که خب به تبع اون سن باردار شدن و زایمان بالا رفت. نگاه کنید اگر بخوایم یک جواب علمی بدیم در سن حالا بالاتری هم که الان داره زایمان اتفاق میفته، باز زایمان سیف، یعنی اگر بخوایم انتخاب کنیم این سزارین نیست. ببینید سزارین اگر شما در هر کتاب علمی که در حوزه زنان و زایمان باشه نگاه کنید، برای سزارین از دلایل انتخاب سزارین سن مادر وجود نداره. سزارین دلایل علمی خودشو داره که بسیارم قابل در حقیقت تبعیت، یعنی خیلی منطقیه، یک نکاتی هست که باید رعایت بشه. در اون شرایط قطعاً و حتما باید انتخاب سزارین باشه. ولی اتفاق تلخی که داره الان میفته اینه، حالا شاید من اینطوری اگر بیام سراغ این پاسخ بهتر باشه. نگاه کنید، اختیار بدن ما با خودمونه. یعنی این که من حق دارم و اصلا این جزء حقوقمه که من برای بدنم تصمیم بگیرم که برای مثال میخوام در دوران بارداری چطور پیش برم و اینکه زایمانم چطور باشه. این انتخاب اول با منه. برای همینه که به ما به عنوان خدمت دهنده یاد میدن و تربیتمون میکنن که شما هر خدمتی که داری میدی باید به مادر بگی که من میخوام این کارو برای تو بکنم. مثلا این توضیح بدید. بله، یعنی در حقیقت من اجازه میگیرم که
میخوام صدای قلب گوش بدم، میخوام معاینت بکنم. الان ببخشید این کلماتون دقیقاً که چیزایی که بله. سر همین معاینه کردن که میدونم مامانا معمولاً اذیت میشن. بله. حتی مامان من تشویق هم میکرد که ببین زود نمیخواد بری بیمارستان چون ممکنه بله. که این معاینه کردن تو رو بله. اذیت کنه. بله. خب شما لطف کردین اومدین پیش من معاینه کردین و وقت مناسب تری من بله. رفتم بیمارستان. ولی دقیقاً این چیزی که میگین هست و من فکر می‌کنم اینو شما خیلی داشتین. کلا شرایطی که برام مهیا کرده بودین توی اتاق زایمان، این که نور کم باشه، یه شمی روشن باشه، حتی شمی که چیز بود، چی میگن، حالت طبیعی هم نبود. آره که اتفاقا اینا بهتره که اون مثلا دود هم نداشته. یا مثلا یه دمی که میگفتین بوی استخوان خیلی آرامش میده، چیزی که ما الان خیلی داریم تو محصولات حالا آرایشی زیبایی یا چیزایی که استفاده میکنیم میبینیم که چقدر داره از بوی استخوان استفاده میشه. یا موسیقی که مثلا شما بر من گذاشته بودید، من ندیدم ماماهای دیگه رو، ولی فکر کنم تا حد خوبی اینا انجام نمیشه، حتی شاید نمیدونم، باز اینو شما میتونید ببین تایید کنید. شیوا جون، این برمیگرده به این که من چقدر به عنوان یک مادر آگاهی داشته باشم و بعد بخوام، یعنی من مطالبه کنم حق خودمو. کسی که داره زایمان میکنه. بله، ببینید خودتون به عنوان مامان رو دارین. بله، خب از منم باید مطالبه بشه. یعنی ببینید یک مادر آگاه، چون ما قرار نیست که در حقیقت اینجا اختلافی به وجود بیاد یا در حقیقت یعنی ما اینجا اگر هدفمون اینه که یک زایمان طبیعی موفق اتفاق بیفته، مال اینه که اگر ما به فکر یک جامعه سالم هستیم، خب یعنی ما از یک جایی باید شروع کنیم دیگه. یه جایشو باید مثلا ما به عنوان خودمون یک گوشه کارو بگیریم. اون گوشه‌ای که مربوط به ما میشه اینه که این روند اگر مراحل طبیعی خودش رو طی بکنه، بهترین خاطره برای مادر به جا میمونه و بچه‌ای هم که به دنیا میاد، چون این مطالعه شده و خب وجود داره، چون ما مثلا علمی به نام روانشناسی جنین رو داریم، در دنیای پیشرفته هست. بچه هم با یک خاطره خوب از زایمان خودش وارد این دنیای خاکی میشه. و شما نگاه کنید یه جامعه چطور سالم میشه زمانی که فرزندی که داره وارد خانواده میشه، این حقشه که به طور طبیعی وارد دنیای خاکی بشه، این حق بهش داده بشه. همینجا من میخوام به شما بگم انتخاب‌های غلط توسط افرادی که خب بزرگسال هستیم ولی بالغ نیستیم، یکیش اینه که ما در انتخاب تولد دخالت بیجا میکنیم. دقیقاً داشتم فکر می‌کردم اگر مرگ رو آخه مثالی که میزنم به خصوص با یکی از دوستان که صحبت میکنیم، این که از یه دنیایی داری میری یه دنیای دیگه و خب شما تو تولدم دارید از یه دنیایی میاد، حالا ما اون دنیاها رو نمیشناسیم، خیلی ناشناخته است، ولی همونقدر که رفتن از این دنیا طبیعیش خیلی نرماله برای همه اتفاق میفته و همه استقبال میکنن ازش، حتی اگر بر اثر بیماری یا چیزی هم باشه، منظورم روال طبیعی، دخالت پزشکی نباشه. همون قدم به قول شما انگار اومدنش طبیعی لطف دیگه داره. ببینید مثلا شیوا جون، چه چیزی پشت این تصمیمه که پدر و مادری برای اینکه تاریخ تولد مثلا 2/2403 بشه، امسال که 1/2403 یا 3 فرصت زیاده. خب ببین شیوا جون، این نگاه از کجا میاد؟ به نظر من این در حد نگاه خود من از ناآگاهی میاد. یعنی ما به حقوق خودمون آگاه نیستیم و بعد حقوق بچه‌مون هم نمیشناسیم. اون بچه یه حقوقی داره و حق اون اینه که دوران رحمیش کامل باشه.
این دوران کامل به لحاظ کتابی از 38 هفته هست تا مثلا تا 41 هفته و 6 روز. این بازه زمانی این حقشه. و خب مثلا ما به مادر میگیم که زنگ اون باید بزنه. یعنی چه؟ یعنی به هر حال در تکامل مغز و بدن بچه اتفاق میفته که اون به بدن مادر پیامی رو میده که هورمون ها جوری ترشح میشن که دیگه اکسیتوسین شروع میکنه به در حقیقت ریلیز شدن، اینکه مادر میره در جریان زایمان. عامل تریگر اول یعنی ماشه اول رو بچه میزنه. این حقا، این ظلم ما داریم میکنیم به عنوان یک مادر ناآگاه که حتی فرصت یک روز زودتر ازش میگیریم. چون ببینید رشد و تکامل یکی از در حقیقت پرسرعت ترین دوران رشد و تکامل بشر در دوران رحمیه. ما اصلا چنین سرعتی را هیچ جا نداریم. پس بنابراین یه روزش هم یه روزه. اصلا بشینیم با خودمون فکر کنیم که خب پس یک روزش خیلی ارزش داره. چرا ما با تصمیم‌های ناآگاهانمون به حقوق این بچه در حقیقت ظلم میکنیم؟ اومدی